وقتی شما بدون تجهیزات دارید فیلم برداری میکنید، اتفاقی که میفته دست موقع فیلم برداری میلرزه و تصویر شما به این شکل در میاد. توی افتر افکت، توی قسمت ترکرها وارپ استابلایزر رو داریم ما. وقتی وارپ استابلایزر رو استفاده کنید، لرزش ها به خودی خود گرفته میشه و با همدیگه به صورت استابلایزش میکنه، کراپ میکنه و آتو اسکیل میده، چیزی که اینجا دارید میبینید. وقتی که افکت رو فعال کنید، یه زمانی رو برای آنالیز میذاره و بعد تأثیرش رو میبینید. وقتی که آنالیز تموم شد، به این قسمت میرسیم در حال انجام کار هست و بعد نتیجه رو مقایسه کنیم. لرزش کمتر شده. یه مقایسه کنیم بدون وارپ. میبینید که چه تأثیر رو روی تصویر ما داره. الان بدون استابلایزر و با استابلایزر. با این افکت میتونید به راحتی فیلم برداری کنید و دیگه نگران حرکت دستتون نباشید. هرچند که باید رعایت کنید و بهتر اینه که با تجهیزات لرزشگیر فیلم برداریتون رو انجام بدید تا بتونید به بهترین نحو ویدیوتون رو تولید کنید.